ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. بیننده های ارجمند السلام علیکم. برنامه نامبتی چراغ هدایت مهمان خانه های شماست و در صحبتی ما استاد گران قدری ما خواجه میر استاد خوش آمدید میگویم. ما این نوبت همراه استاد تصمیم گرفتیم به یک موضوع رجوع کرده باشیم که آن با زندگی انسان، مخصوصا زندگی آخرهای حیات انسان سخت وابستگی دارد. معلوم است که به قول خیامی بزرگ همه به این عالم می آیند و روزی می شود که از این سرای دو در حتما می روند. به قول رفتند و رویم و باز آیند و روند. و مرحله زیستن این مرحله کار و پیکار است و فرصتی می رسد که انسان با قضا و قدر آن فرصتی که باید برود آن فرصت وقتی فرا می رسد خواه ناخواه یک فرصتی می شود که به آن باید آمادگی دید. کی باید آمادگی بیند؟ پیش از همه اون نفرانی که ما را احاطه می کنند، اون نفر را احاطه می کنند. و استاد عزیز، ما در زندگی هر روز بسیار می بینیم، چون سخن گفتیم در مورد زندگی و مرحله که انسان باید این دنیا را ترک کند، یک مرحله بسیار هم حساس هم هست، مخصوصا وقتی میفهمند که نفر بیمار است و بیماری او شدت گرفته است و گاهی میگن در حقش دعا کنید و مرحله است که اون رو به زبان عرف نزع حال میگن، یعنی مرحله که انسان فرصتی رفتن به اون دنیا را دارد. و استاد عزیز، من در همین حالت بسیاری موارد من وقتی مشاهده میکنم از رفتار همدیگر گویم چی میکنند، مشاهده میکنند که در همین مورد چیکار باید کنیم. حتی وقتی ما این برنامه را تهیه کردیم بعد موضوع های گوناگونی برنامه چند حالت هایی بود که بیننده های عزیز ما با همین مضمون به ما مراجعت کردند و درخواست کردند که بگذار استاد گران قدر ما به این موضوع کمی شرح داده باشند، به خاطر آنی که هر یک نفری هوشمند در همین موردی ضروری حل کننده تواند که برای آن عزیز خودش یک کمکی واقعی خودش را دریغ نداشته، ارزانی داشته باشد. من سوال اولین من استاد، اصلا همین عباره هست نزع حال. در همین مورد پیش از همه اون نفرایی که اون نفری نزع حال را احاطه کردن چگونه باید رفتار کنند؟ مرحمت استاد. به نام الله بخشنده و مهربان، درود و رحمت خداوند و فرستاده و حضرت محمد مصطفی علیه الصلاة و ازکی السلام. چطوری که ما از دروس های قرآنی میدانیم که از همه آیتی که خداوند در قرآن آخران نازل کرد و حبیب خودش این آیت بود که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. از همه آیت آخرانی که خداوند در قرآن نازل کرد. چطوری که ما میدانیم از همه اولین این سوره اقرا بود، آیت های اولی سوره اقرا، اما آیت آخران قرآن همین است. وقتی که ما به مضمون این آیت کریمه نگاه میکنیم، البته از روی نوشتجات مفسران علمای تفسیر میگویند که خداوند در این آیت کریمه بیان میکند که امروز روزی آمد که ما تمام چیزهایی که برای زندگی شما از روز تولد، پیش از تولد و در حالت تنصیحاتی و بیماری و بعد از دنیا رفتن همه کارهای شما را میگوید خداوند ما در این دین اسلام مفصلا مکملا بیان کردیم. برای جستجوی دیگر چیزی نیست. از آن جمله سوالی که حاضر دادید، یعنی انسان در وقت سکرات موت یا که نزع جان میگویند باید که کدام کارها را کنند. وقتی که ما به تعلیمات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم، پیش از همه پیغمبر خدا آداب بیمار بینه را بیان میکنند. چطور که در یک حدیث آمده است که حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان ها در مابین همدیگر 5 تا حق دارند. از جمله همون حقا اعادت المریض است، یعنی بیمار دیدن. اکنون درباره بیمار دیدن، آداب بیمار بینی، ترتیب بیمار بینی، خصوصا چطوری که گفتید اگر بیمار در حالت سکرات موت باشد، چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که ان لكل سکرات و ان للموت لسکرات. دو حدیث است. یعنی پیغمبر خدا تاکید میکنن که حتما پیش از برآمدن جان
یک نزع جان است، یک سکرات موت هست گفته جناب رسول الله بیان میکنند. از این معلوم میشه که اگر مبادا انسان بیمار بین میداند که بیمار بینی حق مومنی هست، نزد بیمار میرود، اولا آدابی که در نزد بیمار باید که رعایت کرده شود. ما وقتی که نزد بیمار میدرایم البته باید بسیار نشینیم و این چنین با بیمار بسیار به سر روی بیمار، شاید که بعضی جوش ورم کردگی است، بعضی جوشان عیب هست، به سر روی بیمار ما نگاه بسیار نکنیم. و آداب سوم همین که در کدام حالتی که بیمار باشد تعلیمات پیغمبر گفتن در کار که ان شاء الله خیرون، ان شاء الله خوب میشوی، شفا میابی گفته، همین چیزها رو کردن در کار. وقتی که ما در نزد بیمار باشیم یا که کسی که در نزد بیمار باشد و بیند که بیمار در حالت لحظه های آخرین حیات، البته این معلوم می شود اکنون باید که چیکار کند، چون که چطوری که گفتید هر یک انسان به این روز دچار می شود. در این دنیا یگان کس ابدی نمیماند. چطوری که خداوند در قرآن عظیم شان میگه کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز در این دنیا وقت و ساعتش کتی میگذرد مگرم پروردگار. از این معلوم می شود که آدمیزاد به این سکرات موت یعنی دچار می شده است. از همین لحاظ باید اکنون چیکار کنیم؟ آن تعلیماتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته است وقتی که انسان شما در حالت سکرات موت میبینید، اگر بلند گپ زده ایستادگی باشید، سخنهای خود خاموش کنید، پست گپ زنید. و در وقتی در نزد بیمار بودن یک نفر از شما میگویند با آواز فارم تلقین کند. تلقین چی هست؟ یعنی کلمه شهادت به زبان گیرد. تلقین یعنی آگاه کنانیدن همان بیمار که شاید بعد از گفتن شما همین کلمه به زبان وی می آید. اکنون این چی منفعت دارد؟ چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، کسانی که سخن آخرانشان ان همین کلمه می شود ان شاء الله ویها داخل جنت می شوند. وقتی که ما این کلمه رو گفتیم و تکرار میکند یا نمیکند، باز بلند گوییم یا که چند کس گوییم یا که مجبور کنیم که این کلمه رو گوییم، آداب نیست. فقط ما با یک آداب با یک آواز شینم یعنی همین چیز گفتن در کار. چون در اول در حالت سکرات موت میگن دو خیل می شود. علما امام احمد رحمت الله علیه یکی از صاحب مذهب و فرزندی داشتن. البته به همگان معلوم که بعد از مذهب امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام احمد، این 4 تا مذهب اهل سنت هستند. پسرشان میگویند که پدرم در حالت نزع جان سکرات موت یکی لا گفتن، نه گفتن. من در حیرت ماندم که این ما کلمه شهادت تلقین میکنیم و آدم این چیز رو گفتن. ما حیران شدیم که این پدر من چی است. بعد از مدت میگوید با هوش آمدن، گفتن که وقتی که در نزع جان شد آمد، شیطان در دستش کاسه آب گرفت، نزد من آورده گفت که ای احمد از همین آب می نوشی، من خواهی آب میتم به تو، لیکن تو در الله شرک میبیاری، میگویی که خدا یکتا نیست، خدا دوتا است، خدا سه است گفته، یعنی شرک میبیاری. در همین حالت من نگفتم. از این معلوم میشد است که وقتی سکرات موت انسان به اکثر حالات ها دچار میشده است. از همین لحاظ و از میت وقتی که ما تلقین شهادت میکنیم، خواه به زبان میگیرد خواه نمیگیرد، ما با یک آواز فارم در حق شسته چیکار کنیم؟ این چیز البته باید که ما کنیم. اولین کاری میکردگی ما بعد از گفتن اگر لحظه های آخران باشد و اگر جانش برآید، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در همین وقت نزد یکی از صحابگان ابو سلمه در آمدن که در حالت نزع جان بود، سکرات موت بود. نگاه کردن که در بالای سرش سلمه، همون زوجی مبارکی همون صحابه که ثانیاً بعد امهات المؤمنین که پیغمبر خدا به نکاح خود در آوردن، همون کس نشسته بودن. وقتی که در آمدن نزد وی دیدن که وی اطراف وی نشستگی ها یگان چیز که یگان کار کردن نمیتوانند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تعلیم داده، گفتن که وقتی که در نزد میت میشینید بعد از تلقین کلمه شهادت گفتن جان وی که میبراید، شما اولا کار میکردگی چشمهای وی ها را پوشید. چون که وقتی که انسان روحش میبرآمده است به چشماش نگاه میکرده است، وقتی که روح که از جسد برآمد، جان که از جسد برآمد، دوباره قوت نیست که وی چشم پوشیده شود. برای خاطر هوای همون چشم میپوشن، چشم میدید است. ثانی میگن چشم گشاده اول کاری میکردگی سنت پوشیدن چشم. دوم مثلا میگه سکرات موت آسان نیست. مادامی که در این دنیا یک عضو بدن انسان در کند
میبینید در وی چقدر جنبش ها میکند، چقدر در همین حالت شاید که پاهای میت کج شدگی باشند، قطع خوردگی، یا که دستانش بعد از پوشیدن چشم ها با یک خوبه با یک وی دست و پای میت را راست کرده و همدیگر پاشک و لیله ها را بستند. غیر از این میگم منه همی بندند. بعد از پوشانیدن چشم که انگاله که انسان که کشاده نشود با یک وی گفته منه انسان را بستند، دست ها را راست کردن، البته طرف قبله آماده کردن. اینها سنت هایی هستند که در وقت برآمدن جان یعنی انسان باید که رعایت کند. غیر از این پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تعلیم داده، گفتن که شما در بالای میت هستید، وقتی که جان از بدن میت میبراید شما پیش از همه بعد از برآمدن جان بستن میت و به منه میت بست راست کردن دست و پاچه شما در حق وی دعا کنید. اللهم اغفره و ارحمه گفته همون دعایی که در حق وی بخشایش است همین دعا را کنید، چون که در سنت های بسیاری آمده است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که وقتی که یک کس از دنیا میگذرد همون ملائکه هایی که جان همون انسان قبض میکنن نزد پروردگار میبرآمدند. پروردگار از وی ها میپرسد. البته پروردگار با علمش از همه این چیزها خبردار است، میداند، اما از ملائکه ها میپرسد که وقتی که شما برای قبض جان همون کس فرآمدید همون بنده ها چی گفتند، کدام حالت ها را رعایت کردند. وقتی که طبق سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتیم که نشان داد پیغمبر شدگی باشد، تلقین شهادت کردگی باشند، در وقت برآمدن جان به فیغان و داد و گریه و ناله و دیگر کارها مشغول نشده، سنت پیغمبر به عمل کرده، چشما را پوشیدن، دستا را راست کردن، منه را بستن، بالای میت پوشیدن. اگر به اینها رعایت کردگی باشند پس از این دعا کردگی باشند. غیر از دعا اگر گفتگی باشند که انا لله و انا الیه راجعون، یعنی پروردگارا این پدر ما که این مادر ما این اقربای ما رو تو از دنیا گرفته، ما چاره نداریم بجز راضی شدن. اگر همین چیز گفتگی باشند اگر پروردگار یک بشارت بسیار بزرگ میدهد، چون که سخنهای پیغمبر وقتی که انسان که بجا آورد و ها از مکافات خالی نیستند. پروردگار میگفته که اقبضتم ولد عبدی، شما فلان بندم جانش قبض کردید، ملائکه ها میگفتن که پروردگار امر خودت بود. نعم. اقبضتم ثمرت فؤاده، همین قدر نزدیکترین انسان میگن فرزندش یا که پدرش یک نزدیکترین شخص جانش قبض کردید، میگن قبض کردید. ماذا قال عبدی، اکنون صاحبان همون میت در نزد میت نشستگی میگن چی گفتن؟ اگر ان همین سنت ها را به جا آورده دعا کرده، ثانیاً سبب رازگی خود انا لله و انا الیه راجعین گفته باشند، اگر ملائکه ها گواش میکنن که حمیدک و استرجعک، یعنی بندگانت راضی شدن، چیزی نگفتن، طبق سنت پیغمبرت عمل کردن، میت آماده کردن، راضی شدن، در حقش دعا کردن، پروردگار میگفته است که ابنوا للعبد بیتا فی الجنه، از برای چنین بندگانم که در چنین مصیبت باز صبر کردن، با دعا کردن، در جنت یک قصر بنا کنید. فسموه بیت الحمد، یعنی همون خانه شونه خانه شکر گفته در جنت نامگذاری کنید. پروردگار بهترین مکافات برای شخصانی که در اطراف میت میشینند و این چیزها را رعایت میکنند بهترین مکافات وعده کرده است. تشکر استاد، تشکر واقعا به شرح مکمل این سوال. و استاد یک مسئله دیگری که در وابسته به ادامه منطقی همین مسئله، خب من چند جا مشاهده کردم، چند حالت هایی که وقتی میت علاقه تا فرصتی تدوین و تکفین تا شستن میت دیگر و تا قبر بردن یک مرحله هست که گویم همه رو جمع میکنن، پیوندان رو، و گاهو مثلا امروز یک مرحله هست، یک روندی هست که بیشتری مثلا گویم اعضاهای عائله یک نفر دو نفر از هر عائله بیشتر مشاهده میشد که به مهاجرت مهنتی رفتن، در سفری دور هستند و تا فرصتی آمدن آنها گاهو همه خیلی امرهای گویم از جانب کلان سالان، گویم پیران، گویم کلان سالان همون اولاد همون عائله مثلا پیشنهاد می شود که تا فرصتی آمدن همون فرزند کلانی یا فرزند خوردی و من هم فرزند پیوند نزدیک همون عائله که میت رو مدت نگه دارید.
استاد عزیز همین مسئله تا کدام اندازه گوییم از نگاه اسلام بهاگذاری می شود؟ مثلا نگاه داشتی میت، چون مثلا ما از خورده میشنیدم که مثلا بابای من نقل کردند که در عمرش انسان 3 چیز رو باید گوییم رعایت کند. یعنی چی؟ چون دخترش گوییم به وی میرسد، به سن نکاح میرسد، حتما به شوهر دهد. چون در عائله کسی وفات میکند زود بوده دفن کند و از کسی اگر قرضدار شد، اگر به دستش پول فرآید زود رفته قرضش رو دهد، یعنی معامله اش رو. من میخواستم نظر شما رو و عموما در این مورد دین مبین اسلام چی میگوید؟ تعلیمات مرحمت. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اوید این مسئله چندین حدیث های صحیح گفتگی هستند و اون حدیث ها در صحاح 6 روایت شده هستند. یکی از همون حدیث ها در روایت امام بخاری اومده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حتی برای خاطر همین کار رو تشویق کردن گفتن که میتان خود تنهاشون خنک نشده و اینها رو دفن کنید. البته وقتی که جان برآمد و خنک میشد، لیکن برای ترغیب و تشویق تیز گورانیدن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این حدیث گفتن. حدیث صحیحی که در روایت امام بخاری آمده است. از این معلوم میشد است که از همه بهترین کار، مفیدترین کار هم برای زندگان هم برای مردگان این تیز دفن کردن میت است. اکنون میت رو تیز دفن کردن مادامی که حدیث پیغمبر است منفعتش است. در همین باره عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما این که از پدرشون از خودشون خداوند راضی باشد میگویند که وقتی که میت میگویند جانش میبراید در بالا و چقدر که نگاه دارن میگویند اینقدر نگاه دارن میگن و این ناراحت میشود. وقتی که میگن در بالای تابوت میگیرید با سخن واضح ندا میکند که قدمونی 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 3 مراتبه که من تیز برید میگفت است. از این حدیث معلوم میشد است که مادامی که پیغمبر خدا ترغیب کردن که برای خاطر جسد میت خنک نشده یعنی دفن کردن، و در روایتی که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگه خود میت میگفت است که من تیز برید. اکنون برای تیز بردن چرا تیز میبرید؟ چون در اونجا میرفت است میگفت است که من از همین تشویش، از همین مشقت همین دنیا خلاص شدم، میخواهم به تیزی به زودی به جای استراحت خود روم. البته این مؤمن باشد میرود در اونجا و در قبر راحت میکند. در نظر ما و شما گرچنده که دون خاک میمونیم، دون قبر میمونیم، تنها میمونیم، از بالاش خاک میگذاریم، لیکن برای بنده مؤمن در داخل قبر یک راحت است. دلیل های بسیاری هست. حتی خداوند در قرآن میگوید که آن شخصانی که در این دنیا باوری دارند و مردن و در داخل قبر برای سوال های داخل قبر آماده هستند، عمل های صالح هاشون خداوند به مانند یک مهد یعنی گهواره میکند که باید در گهواره خواب هستند. این آیت قرآن یمهدون آیت قرآن است. و این چنین در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن که وقتی که انسان در داخل قبر میماند میگن از طرف جنت یک باغ‌های جنت یک سوراخی گشاده میشود که تا روز قیامت از هوا راحت کرده میشد. از برای خاطر همینم طبق نشانداد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، طبق مذهب امام ابو حنیفه که ما پیشوای مذهب داریم رحمت الله علیه، میگن که چقدر که میت جانش که برآمد انتظار زندگان نشوید. از انتظار شدن زندگان افضلترین، بهترترین و مهربانترین شخص برای همون میت همون کسی است که در تیز دفن کردن و یعنی ترغیب و تشویق میکند. مادامی که همون فرزندم از رسه میبیاد یا یک نزدیک از دیگر جا میبیاد که یک مهربانیش نسبت همون گذشت میت است که تیز روم، لیکن مهربانترین انسان آن انسانی هست که چیزی که شریعت فرموده است، چیزی که پیغمبر گفتگی هستند، چیزی که در مذهب ما نشان داده شده است، همه اگر بجا بیارن البته برای من میت مهربانترین چیز، خوبترین چیز هوای است. تشکر. استاد عزیز، یک مسئله چند نفر هم با واسطه به همین مسئله گویم سوال کردن. من گفتم راستی این مسئله رو نمیدونم و این فرصتی است که شما پاسخ گویید خوبتر که در این مورد اسلام چی میگوید. در مورد گویم شستن میت، مثلا گوها میگن خیلی چند حالت ها من شنیدم که مثلا پسر پدرش رو مثلا گویم غسل داده میشوید، این چیز قبول است. اما مثلا در موردی که
مثلا شوهر زنش رو شستنش ممکن است، همسرش رو شستنش ممکن است، یا برعکس پدر پسرش رو. در این موردی گوییم شستنی میید مثلا مناسبت و نگاه ها چگونه است؟ البته درباره حاضر سوال اول درباره تجهیز میت بود. بله. ما میت بعد از جان برآمدن چخیل آماده ساختن. ان شاء الله این سوالم ادامه همون سوال است که یعنی میت رو چخیل شستن. پیش از همه سنت پیغمبر است. پیغمبر خدا میگن که هر یک فرد مسلمان نباید کم از 3 میت را خودش شوید و 3 میت را در خاک ماند و 3 میت را منش بندد. گفته پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ترغیب میکنند. یعنی حتی میگن سنت است که این کار کنند. اکنون برای چیز این کار؟ چون که همین این کارها انسان با آخرت نزدیک میکند. وقتی که شما یک آدمی که نزدتون بود جانش میگذرد منش میبندید که در بدن و یگان چیز نیست، برای یک فکر میکنید که آخرت عاقبت همین است، همه میرود، همه به همین چیز دچار میشود. یا که وی را وقتی که میشوید که در بدن بیجانی و یگان چیز نیست و دور میگرداند و ترتیب شستنش به جا میبرید، یک آخرت را ذکر میکنید، دلتون ملایم میشند و خصوصا در خانه قبر میماند میبرید شما حقیقتا یک اصلاح میشود انسان. از برای خاطر همینم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این چیز ترغیب میکنه. اکنون درباره از همه مستحق ترین شخص برای شستن میت کی است؟ پیش از همه میگن که البته وقتی که پدر از دنیا میگذرد از همه نزدیکترین برای پدر کی است؟ این فرزند است. فرزند هم میگن کدام فرزند؟ فرزندی که اعلم بالفقه، فرزندی که در علم فقه دوناتر باشد. در اینجا نمیگن که فرزند کلانی شوید یا که فرزند خردی شوید یا که دیگر فرزند. در اینجا میگن که فرزندی که از فقه بهره ور است. اکنون چرا؟ چون که در شستن میت هم فرض دارد، هم واجب دارد، هم سنت دارد، هم مستحب دارد. چطوری که آدمی زنده که در غسل کردنش فرض هست، واجب هست، سنت هست، مستحبات هست، آدم میت هم ان همین چیزها را باید رعایت کند آدم غسل دهنده. و این از برای خاطر همین میگن که من احق الناس، از همه مستحق ترین انسان برای شستن میت همونی هست که از علم فقه خصوصا از همین مسئله های غسل میت از این چیزها با خبر باشد، همون فرزند باید که شوید. خب غیر از این در وقتی که البته درباره فرض و واجب و سنت های شستن میت ما وقت طولانی میگذاریم، ان شاء الله یگان موضوع اگر شاید در این باره ما جدا میکنیم، لیکن در همین حالت میگن که فرزندی به تقوا ترین، فرزندی که از علم با خبر است، همون فرزند شوید. چون که وای چطوری گفتیم با غیر از این همون میت عورت است برای ننمودن بسیار چیزها هسته و در بول حتی با در بالای همون میت برای خاطر یک ستره را یگان چیز داشتن که شوید یا که آب اندازه ها را میگن همون نزدیکان همون میت باشن و این چنین در حالت اگر میت باشد ضعیفه باشد چی البته در همین حالت هم اگر نزدیکترین همون فرزندهاش باشن دخترهاش باشن، البته دختر فرزند پدر فرزند مرد، دختر مادر فرزند دختر، اگر در همین حالت اگر باشد نباشد خواهر و یا که همون اپا و خالهای همون میت باشند و فرزندها اجازه دهند گویان که ما از این کار شاید که بعضی مسئلهش نمیدونیم، اما وقتی که اگر اینها همه راضی شند و یکان ضعیفی صالحه عالمی و از این چیزها با خبر و با تقوا باشد، البته هوای ها را خودهاشون اجازه دادن بیام شسته میتواند و این چنین مرد هم همین. اما در حالت قبر هم ماندن ان همین مسئله هست. در حالت قبر ماندن همون شخصی باشد که وای میت البته وقت در آوردن باید که بی آزار ماند. غیر از این در قبر ماندن، آدابی در قبر ماندن، دعای در قبر ماندن و کدام طرف قبلگاه ماندن و کدام کارها رو در داخل قبر ماندن، از این چیزها البته باید که با خبر باشد. اگر با خبر نباشد در همون حالت یک آدمی که از بالا یک اهل علم و داخل قبر در آمده همون میت گذاشته نمیتواند، قوتش نمیرسد، لیکن یک آدمی بازومند اگر در آید در همون از بیرون قبر هوی گفته است. حتی در وقت غسل میت هم میگویند اگر همون آدم غسل دهنده فرزند است دیگر کسی نیست که هوی غسل دهد، یک آدمی
اگر مرد باشد یک آدمی اهل علم از همون ترتیبش و آدابش نشان داد. اول در دهان در بینی ترتیب آب گرفتن یا که دیگر از کجا سر کردن غسل میت، این چیزا باید همش فهماند. این چنین به همون اگر میت هم که مادر باشد یا که یگان ضعیفه باشند و غسل دهنده اگر از احکام تغسیل میت بی خبر باشد، یگان ضعیفه از این علم با خبر در همون میانی و استفاده البته این چیز گوید. دیگر چیزی که در وقت غسل میت رعایت کرده شود، البته آدم ها در بالای غیر از همون شخصانی که غسل میدهند در پیش میت دیگر کس نباشد و در وقت میت شستن گریه ناله در اونجا استفاده گپ زدن صحبت کردن دیدن نه، غیر از همون شخصانی که مسئول هستند و شریعت برای خاطر هوای ها را شستن اجازه داده است، غیر هوای ها خوب می شود که در نزد میت در وقت غسل کردن شستن میت دیگر کسان نباشد. تشکر استاد، تشکر. و فکر میکنم واقعا این مسئله هایی که امروز ما مطرح کردیم و مخصوصا در مورد یعنی که حتی گفتیم اصلا همین هم یک فلسفه زندگی هم هست که مثلا انسان می آید می رود و مرحله گویم از تجهیزی شستن و تا برده به قبر گذاشتن، این هم یک آداب و قاعده های خود را دارد که انسان در برابر اجرای آن فکر میکنم برای خودش یک بهره های معنوی هم میگیرد که مثلا حتی در قبرستان میگن که گوه اگر دلت سخت زیق شود قبرستان را، چون که مثلا اونجا میفهمی که احوال اونهایی که اونجا هستند معلوم است، یعنی گویم کیروی غم خوردن هم نیست اگر ساده کرده گویم. میخواستم برنامه امروز رو خلاصه میکردم دوستان. چیزی دیگه درباره تجهیز میت گفتید، چون که مسئله ها با مسئله های دومندار هستن، اونش هم گوییم. حقیقتا وقتی که بعد از میت کشتن کفن کردن، ترتیب کفن کردن ضعیف ها، ترتیب کفن کردن مرد ها، البته این مسئله های فقهی هستند، این هم مسئله نازک، اینا باید اهل علم این چیز باید که تیار کنن. غیر از این بعد در تابوت موندن، در وقت میت برداشته بردن چطور رفتن از میت و این چنین در وقت داخل قبر موندن کدام دعا را خوندن وقت تابوت رو برداشتن، همه این چیزها چطور گفته یک آداب و خود دارد که در مذهب امام ابو حنیفه هر یک همین واضح و روشن بیان کرده شده است. از همین لحاظ هم اکثریت مسلمان های دنیا پیروی مذهب امام ابو حنیفه هستند، چون که در تمام مسئله ها در جمیع مسائل ها همش واضح و روشن بیان کرده شده است. و این چنین در همین باره گفتنی هستیم که البته وقتی که انسان مادامی که پیغمبر خدا در همون حدیثی که اول گفتیم حق المسلم علی المسلم خمس میگون، مسلمان ها در مابین همدیگر 5 تا حق دارند غیر از بیمار کردن، یعنی این اتباع الجنازه هست. وقتی خبر جنازه رو میشنوند البته انسان ها و همسایه یا دیگر کسا خودشون به طرف نگیرند، چون این کار بسیار ثواب است، کار بزرگ است، کار اجر عظیم دارد. چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که کسانی که در سرشون یک مصیبت میشود در همون وقت مصیبت و هر رفته دلبرداری کنند، خداوند در روز قیامت چندین مشکلای و هر آسان میکند و این چنین گناهاشون بخشیده میشود. و حتی درباره خواندن نماز جنازه و برای بردن و قبرستان هم حدیث بزرگی هست که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که من صلى على جنازه فله قیرات و من شهید على دفنه فله قیراط. کسی که نماز جنازه رو میخواند برای و یک قیرات ثواب. کسانی که میروند در دفن میت اشتراک، خصوصا در فصل زمستان ما میبینیم که بعضی میت ها رو میبرند. البته اگر یک آدم مسافر باشد میبینید که شخص های کم هستند، شاید در وقت کافتن قبر یا که در موندن بردن بعضی مشقت ها. البته این چیز حق مومنی که باشد، این گفتن در کار نیست که من خیشی وی هستم، من تبار وی نیستم، چون پیغمبر خدا چی گفتن حق المسلمی علی المسلمی، مسلمان ها در مابین همدیگر. نگفتن که خیش این دفن کردن، کسل دیدن، جنازه خواندن وظیفه اقرباگی خیش تباری نگفتن پیغمبر خدا، گفتن که حق مسلمانی همدیگر است. از همین لحاظ گفتنی هستن که در همین خیل حالت ها وقتی که میبینن چطوری که پیغمبر خدا گفتن که کسانی که در جنازه اشتراک میکنن به مانند یک قیرات ثواب. وقتی در دفن کردن و تجهیز قبرستان ماندن و بالای قبرستان و پوشاندن و آن چیزهایی که برای تجهیز میت تابوت و دیگر ها بود همونها رو آماده کردن، پیغمبر خدا گفتن 2 قیرات ثواب. از پیغمبر خدا گفتن که قیرات چی هست؟ جناب رسول الله همون کوی احد نشان داده در مدینه منوره، مثل الجبلین العظیمین، به مانند همین کوی احد گفتن
2 قیرات 2 کوه ثواب میگیرد. البته این چیزها همش دلالت میکند که انسان در حالت زنده بودنش طوری که به همدیگرش دوست و مهربان هست، بعد از دنیا گذشتن هم باید که یعنی از حال همدیگر خودش به طرف نگیرد، خبر گیرد که این البته این پاداش بزرگوار است. تشکر زیاد. بیننده های ارجمند، اینجا فرصتی برنامه ما به پایان میرسد و فکر میکنم هر یکی ما شما از این صحبت برای خودمون بهره های تازه گرفتیم. این برنامه چراغ هدایت بود. خیر، خانه‌تان آباد باشد.